سلام عرض میکنم. من از 25 اسفند ماه یک شب خوابیدم، صبح بیدار شدم، چشم راستم لکه مشکی و تاری داره. رفتم بیمارستان در واقع فارابی، نور، پزشکای مختلف مغز و اعصاب. در نهایت بعد از 7 ماه تشخیص دادن که چشم من در واقع سکته کرده. هیچ امیدی نداشتم به بهبودی. فکر میکردم که این لکه دیگه قراره باقی بمونه، چون یکی از دکترای مغز و اعصاب حتی به من گفت برو باهاش زندگی کن، امکان اصلا درمان وجود نداره. متاسفانه به دلیل نارسایی اکسیژن به عصب اپتیک که اصطلاحاً بهش میگن سکته چشمی، در حقیقت متاسفانه دچار اختلال بینایی در یک قسمت از بینایی در حقیقت چشمشون شدن و در نتیجه هم ویژوال فاید هم ویژوال اکایتیشون، یعنی هم قدرت بینایی و هم در حقیقت میدان بیناییشون دچار اختلال شد. آخرین دکتر مغز و اعصاب هم در واقع تشخیص داد و متوجه شد و به من نامه داد برای درمان هایپربار. بررسی اولیه را انجام دادیم، مطابق پروتکل ها جدول درمانی با اکسیژن هایپربار رو براشون شروع کردیم. خوشبختانه بعد از جلسات اولیه کم کم میدان بیناییشون تغییر کرد. وقتی از جلسه نهم تغییرات رو دیدم، واقعا برای خودم مثل معجزه بود. الحمدلله دیدشون به طور کامل برگشته و خوشبختانه همچنان ما هم درمان رو ادامه میدیم برای اینکه در حقیقت احتمال پایداری بینایی رو براشون بیشتر کنیم. بیمارستان گلستان پیشرو در درمانهای نوین و الهام بخش سلامتی.